روز و روزگار خوش دوستان. امروز خدمتتون هستم با ویدیوی جدیدی از استرونیر. اگر یادتون باشه این پایگاه قبلی من بود که ما اومدیم اینجا انجام دادیم که بایستی آلومینیوم یا کمپوننت یا فکر کنم نانو کربنال رو بایستی جمع میکردیم، بعد ارسال میکردیم تا نهایتا برامون یک سوت جدید، یک اگزوسوت جدید بهمون بده که همینه که الان من دارم. که اگر بریم نگاه کنیم ما اینو دور قبل به دست میدیم. الان از اونجایی که نزدیک هالووین هستش ما آپدیت جدید داریم. این دفعه بایستی اینها رو جمع کنیم. این کدو تنبل هستش، نمیدونم، ولی به اصطلاح حالا شاید تلفظش درست نباشه، استوردی سکواش همچین چیز، ساتردی نیست، توردی سکواش همچین تلفظی. به هر حال امیدوارم تلفظش درست باشه. به هر حال اینها توی 3 تا سیاره هستن. بذار ببینم کجا هستش سیاره ها. پلنت یکی در همین سیاره که هستیم، سیلویا، بعد دسلو، بعد آتروکس. تو این 3 تا سیاره ما اینا رو میتونیم پیدا کنیم که اینها هستن. حالا با هم بریم یک کمی اینجا رو بچرخیم تا ببینیم. اگه ببینید به شدت دورش حفاظت شده هستش. ما اینها اگه روشون بریم برای گاز میگیرن، اینها بهمون ضربه میزنن. از جایی که من شیلد دارم، ببخشید، این برای من شیلد ایجاد میکنه. این برای من شیلد ایجاد میکنه، من چیزیم نمیشه. بعد اینم یه نمونه دیگه از همین کدو تنبلایی که داریم. ما یه تعداد تخم نیاز داریم که داریم تو مقر خودمون. بعد بستگی داره که چند تا شما از اینها نیاز داشته باشین. اگه ببینید تو نقشه توی این اسکنرمون، این رادارمون، این نارنجی رنگه این هستش. اینو باید برداریم. لازم نیست حتما اوکی. لازم نیست این پایش رو برداریم. اگه خواستید با پایش بردارید، ولی اصل قضیه این قسمت بالایی هستش که اینو اگه ببینید یه دونه اینجا دونه گذاشته خودش. این بالایی رو ببریم، میتونیم به یکی از اون پلتایی که داریم میتونیم روی کار بذاریم. اگه نه میتونید کامل کمپلت اینو بایستی زیرش خالی کنید. بعد اوکی، پس اینم از این. بعد واو، این مجموعه‌ای که اینجا میبینید من از سریای قبل دارم برام باقی مونده، از سال پیش و 2 سال پیش برام باقی مونده. موقع انجام میدادم که اگر ببینید ما 3 مدل یا 3 رنگ مختلف بهمون گاز مختلف میده که سبز، قرمز و نارنجی.
من اینا رو به عنوان نمونه نگه داشتم. همیشه از هر چیزی یک نمونه نگه می‌دارم. اوکی. حالا دو شیوه وجود داره. یا اینکه ما بریم اینها رو به تعداد خیلی زیاد بکاریم، بعد ببینید وقتی که میکاریم این رو میتونیم با محصولمون رو برداشت بکنیم. یک دونه تخم بهمون میده، دونه میده، یه دونه هم این محصول رو میده. نمونه این کدو تنبل رو میده. خب برای همه اینها، من اینو بذارم اینجایی که از بین نره، برای همه اینها یک نمونه، یعنی این سه رنگ مختلف، یک نمونه از این سمپل نیاز داریم. و اگر یک حالت هست که این اگر نگاه کنید 2 تا سمپل میخوره که رنگ نارنجی رو بهمون میده. اگر تغییرش بدیم یک دونه، ببینم دارم من اینجا تخما رو، من این تخما رو بذارم اینجا. مال گیاه های مختلف. خب ندارم. یکی این هستش، این نوع گیاه هست که میتونید توی پلنت، ببخشید اشتباه شد، اتروکس پیدا کنید، خیلی زیاد هست اونجا. یا میتونید اینها رو پیدا کنید که توی تقریبا میشه گفت همه جا هستش. اگر ببینید این، بذارید من اینو عوض برگردونم به حالت اولش. اگر ببینید این هاشش، این تغییر شکل داده. ما اینو یک دونه از این اشتباه شد، بخشی اون عقبی است، خوب نمیبینم، چشم پیش شدن، چشم هم خوب نمیبینم. یک نمونه از این بر بذاریم و یک نمونه از اینم بردارم من، یک دونه از این بذاریم. بعد درش بسته میشه و شروع میکنه به تولید این گاز. حالا برای این نوع محصول، ببینم من دارم یکی هم اینجا دارم، اون مدل دیگه اگه بذاریم این یکی محصول رو بهمون میده. ولی خب راستش پیشنهاد من اینه براتون که این شیوه رو که یک دونه از این نوع سمپل بذاریم و یک دونه از مال اون گیاه رو بذاریم، اینا رو میذاریم کنار، فقط از این سیستم استفاده میکنیم که دارای این نوع سمپل هستش. خب میتونیم، گفتم اینا رو ما میتونیم به میزان خیلی زیاد بکاریم، بعد بریم دستی همه رو برداشت بکنیم، برداریم بیاریم اینجا. ولی یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم که به اصطلاح میتونیم اتوماتیکش بکنیم. خب از اونجایی که من اینا رو از قبل جمع کردم، پس نیازی به این نیست الان فعلا تو ویدیومون، ولی شما میتونید 2 تا، 1، 4 تا، فکر نمی کنم بیشتر از 4 تا دیگه بشه. میتونید بیشتر بکنید، تعداد به اصطلاح فارمینگ خودتون رو زیاد بکنید، ولی من این 4 تا رو به عنوان نمونه استفاده میکنم. برای شروع ما نیاز داریم به یه دونه بلک. اینو من بچرخونمش. ما نیاز به یه دونه بازو داریم. بازو 2 تا سر داره، یکی این وریه که بر میداره، یکی طرف آبیه که اونجا محصول رو میذاره. پس ما بایستی
عوضش بکنیم اینجوری بزنیم. اوکی. حالا اینو بایستی طوری تنظیم بکنیم که این آبی کل اینا رو چیکار کنه؟ بپوشونه. خب الان میپوشوندش. بعد حالا میمونه این قسمت. ما اینجا یک دونه میتونیم اینجا دور اینجا دیوار بکشیم که با استفاده از این ابزار میتونیم دور اینجا یه دیوار بکشیم، یا اینکه خیلی ساده یه گودال بکنیم. خب دوستان، بعد از چندین بار چک موضوعات مختلف من به این نتیجه رسیدم که این ایده به ذهنم زد که ست از این پلتفرما درست کنم که دور اینجا بچینم. دقیقاً اندازه این ریپیتر که هست این محیط رو میپوشونه، زیاد ازش رو نمیگیره، اینجا باشه. اینا به خاطر اینه که اینا بعد از اینکه به اصطلاح باز میشه به اطراف پخش میشه که اینا مانع بشن. ممکن از اینجا پرت بشه بیرون، ولی خب بازم مهم نیست. بعد این پلتفرم کوچیکی که میذاریم یه بازو میذاریم روش، فقط یک نمونه از این محصول که دونه ها رو بر نداره، فقط این محصول رو برداره. بعد اینجا این بازو هستش با این محصول که چیزی دیگه ای رو بر نداره، فقط همین این نوع محصول رو برداره، بعد بندازه داخل این کانتینرمون. اوکی. بعد حالا این بار اینو چک کنیم ببینیم چه نتیجه میده. من فقط باید منتظر بشید همه اینا کاملا رشد کرده باشه. اوکی. فقط یادتون باشه تمام مدت نزدیک اینجا باشید، اینجا قرار بگیرید، چون این دور بشین اولا رشد اینها کم میشه، بعد سیستم اینجا مختل میشه، این تولید درست انجام نمیشه. همینجا قرار بگیرید. فقط یادتون باشه یک تولید کننده اکسیژن هم بذارید، اکسیژناتور رو بذارید اینجا تا اکسیژن شما رو تامین بکنه. داره این کپسولمون هم پر میشه، مخزنمون هم پر میشه. فکر کنم 2 تا دیگه کامل پر میشه. مخزنمون داره پر میشه، یک دونه دیگه تولید میشه، مخزنمون به طور کامل پر شده هستش. عالی. اوکی، بیا عوض کنم. کجا پرت شد؟ یه مقدار از اینا داشتم که دور این چیدم، اینم میذارم روی این. میبینید چقدر پر شد؟ 2800 تا. برسید. صدای اون تا اینجا میاد. 1 2 3 تا موضوع برامون آزاد شد.
یادتون باشه همیشه نزدیک اینجا قرار داشته باشین که سیستم خوبی برای خودش خوبه. مخزنمون به اون برگرده شد. یه مخزن دیگه، یه مخزن دیگه، بازم یه ریپیتر، یه ریپیتر دیگه، دیگه چی؟ هیچی. من خالی فرستادم چون یه امکان دیگه هم داشتش که چون پر بود امکان آوردنشو برامون داشت، اونم بردار بیاره برامون. تا این راکت بیاد من همینجا منتظر میشم. من همه محصولاتی که بهمون میده رو میذارم این کنار ببینم. تقریبا چیز زیاد خاصی تا الان ندارم. کامل شد. فعلا هیچی نداریم. من یکی دستم کار بزنم اینجا. وای میستیم تا مخزن رو مجدداً پرشه. فعلا تا اون موقع. خب دوستان کپسول دومم پر شد. من اینو research, computer, jetpack, battery. تقریبا هیچی در بخوری برامون چیز خاصی دیگه هم نداریم. برمیگردیم قبلی و ببینم تا مطمئن بشیم مرحله هم پر بشیم. پس تا اون موقع دوستان داریم سومین کپسول رو هم پر میکنیم. آخرشه که
این الان پر شد. این تراکامشون از 8000 تا هم بیشتر شد. من این تولید رو اینجا متوقف میکنم. بازم زیاد چیزه به درد بخوری برام نمونی که بعد بزنم اینجا. بازم چیز بیشتری هست برای ما الان همه مراحل رو انجام دادیم دیگه. میتونیم بازم ادامه بدیم این کار رو، بهمون محصولات بیشتری خواهد داد. اوکی، حالا بریم ببینیم چه چیزی از کل این بارشه به دست آوردیم. الان 2 شیوه میتونیم این کار رو انجام بدیم. اینجا مسیر رو ببینیم کامل شده. یا میتونیم از اینجا باز بکنیم، اینجا ببینیم که من کارهایی که بایستی انجام بدیم. اوکی، حالا برگردیم میریم اینجا. این همشون قدیمی هستن. اینا جدیده بکنم این جدیده. اوکی، اوکی باشه، خوشحالم. اینجا جدید نداریم. چرا لاک هستش نمیدونم. برحال این جدیده. اوکی، اینم جدیده. اینا فکر کنم قدیم باشه. اینا قدیم. پس ما اینو به دست آوردیم به اضافه به چند تا قدیم. اوکی، این تمام مراحلی بود که ما این مسیر انجام میدادیم تا بتونیم این اگزوسوت جدید رو به دست بیاریم. پس یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم که چه کار باید بکنیم. شما میتونید دیوار بکشید، میتونید هر چیز دیگه رو به عنوان دیوار استفاده کنید. وقتی که این کت تنبلا میترکن
اون قطعاتشون، یعنی سمپل هایی که وجود داره اینا بیرون پرت نشن، هرچند که تو این شرایط از اینجا پرت میشن بیرون، ولی خب همین میزان کافیه. بعد ما نیاز به 2 تا قطعه داریم. من اینو از اینجا بردارم. دلی ریپیتر نیاز داریم که اینو بزنیم تو ماکسیموم. یه دونه پروماکسیتی ریپیتر نیاز داریم. یه بازو نیاز داریم با این سمپل که اینو برداره بذاره روی این پلتفرم ها که اینا این گاز رو تولید بکنن. بعد یه بازوی دیگه که بتونه این گازها رو از اینجا برداره و داخل این کانتینر بذاره. بعد یه دونه بایستی از اون نمونه داخل این بذاریم که فقط این محصول رو از اینجا برداره مدام. و هر وقت این کانتینر رو پر شد میذاریم روی این، بعد ارسالش میکنیم میره. کل کاری که باید انجام بدیم اینه. خب اگر پیشنهادی دارید، اگر چیزی هستش که بهتر میشه این کار انجام داد، حتما من رو در جریان بذارید. پس تا ویدئوی بعدی روزگار باش.